سوال های 4 جوابه پارت 2. سوال اول، آن چیست که پر دارد اما پرنده نیست؟ کتاب. سوال دوم، آن چیست که می‌دود اما پا ندارد؟ این سوال رو شما در کامنت پاسخ دهید. اگر تا اینجا برات مفید بوده، لایک فالو رو بزن. برویم سراغ سوال بعدی. سوال سوم، آن چیست که همه جا هست اما دیده نمی شود؟ هوا. سوال چهارم، آن چیست که شب دارد اما روز ندارد؟ ماه.